نامزد علم‌های تکنیکی نرگس غنی‌یوا دارنده زیاده از 20 اختراعات است. از هر یک المنت‌های شیمیایی ما خاصیت‌های خوبی خلاهای آلومینی را کشف کرده ایستاده. نوآوری این بانو در صنعت‌کنان کشور نقش بارز دارد. امروز کشفیات زیاد شدن. اکنون باید که ما جستجو کنیم که چیکار کرده کارخانه‌ها را با همین استفاده دستاوردها جلب نماییم. کارخانه‌های صنعتی داخل و خارج کشور امکان استفاده اختراعات این بانی نوآور را دارند. الکتروتکنیکا در ساحه سامالات سازی، راکت سازی یعنی که وسیع استفاده میبرند. کارهای علمی این بانوی تاجیک در مقیاس جهان نیز دسترسی استفاده برندگان است. آنها اساساً در نشریه لامبرت اکادمی پوبلیشنی گرمانیا و چاپ رسیدند و امروز نوبسته از کدام گوشه دنیا هستند میتونن با این موادها شناس شوند. در جمهوری تاجیکستان یعنی که پورا در کارخانه‌های ساحلی شرح بیشتر را میتواند در برنامه نوبتی نوآور تماشا کنید. سلوات تاجدینویچ همچون حمایه نمودن در این موضوع. در تلویزیون دوشنبه اسم ریختگری کسانی عضلانی